سلام دوستان، امروز میخوام روش جابجا کردن درخت انگور رو بهتون نشون بدم. تا آخر ویدیو کنارمون باشین و آموزش رو کامل ببینید تا درختامون در جابجایی خشک نشه. اولین چیزی که باید بهش توجه کنید و مهمترین کاره زمان جابجایی. زمان جابجا کردن هر درختی زمانی که اون درخت به خواب زمستونی میره، یعنی اواخر فصل پاییز تا اواسط فصل زمستان. در غیر این صورت مطمئن باشید اگه درختی رو از خاک در بیارید بلافاصله بعد از اینکه ریشه درخت هوا بخوره خشک میشه و متاسفانه کاشتن مجدد اون درخت در خاک هیچ سودی نداره. همینطور که در ویدیو میبینید ما در اواخر فصل پاییز یعنی در آذر ماه مشغول جابجایی درخت انگور هستیم و درخت کاملا در خواب هستش و تمام برگای اون ریخته. این درخت انگور حدود 4 سال عمرشه، پس مطمئنا ریشه بزرگ و قطوری داره و باید دایره بزرگی دور درخت رو خاک برداری کنیم تا کمتر به ریشه‌های اصلی درخت صدمه بزنیم. وقتی ما مقداری از ریشه ها رو قطع میکنیم پس قدرت تغذیه از خاک رو کم میکنیم، بنابراین حتما باید درخت ما هرس بشه. وقتی شاخه‌های خیلی بزرگ از درخت انگور حذف بشه این کار باعث میشه همون مقدار کم از ریشه که باقی مونده توان تغذیه درخت رو داشته باشه. و این مورد توجه داشته باشید که اگر درخت رو هرس نکنید ریشه باقی مانده چون کم شده دیگه قدرت کامل برای رشد درخت رو نداره و خشک میشه. در هنگام کندن خاک حتما دقت کنید به ریشه‌های اصلی ضربه نزنید و تا جایی که امکان داره ریشه‌های اصلی رو بلندتر ببرید. خب دوستان، من دیگه حرفی نمیزنم فعلا تا وقتی که کندن این درخت تموم میشه و موقع جابجاییش میشه. دوستای گلم، الان بهترین وقته که لایک رو بزنید و سابسکرایب کنید. زنگوله رو بزنید تا بقیه ویدیوهایی که میسازم رو از دست ندید. خب بعد از درآوردن درخت از خاک بلافاصله اون رو به مکان جدید انتقال میدیم. دوستان توجه داشته باشید قبل از شروع به کندن درخت ابتدا جایی که قرار درخت رو بکارید چال کنید و اون رو آماده کنید. جهت آماده سازی چاله بعد از کندن چاله‌ای به قطر 50 سانت و عمق 50 سانت ابتدا کف چاله رو حدود 10 سانت با کود حیوانی پر میکنید. بعد حدود 20 سانت خاک و خاکستر روی کود میریزیم. خاکستر جهت دفع حشرات ریشه خار ریخته میشه. بعد درخت انگور رو به چاله انتقال میدیم. تا جایی که امکان داره از خاک نرم بدون سنگریزه استفاده کنید. حتی پیشنهاد میکنم خاک رو الک کنید تا هیچ سنگی دور و بر ریشه نباشه و ریشه بدون مزاحم بتونه رشد کنه. بعد از خاکریزی در چاله حدود 20 سانت اونو پاکوب کنید تا خاک هوا نکشه و مجددا به خاکریزی درون چاله ادامه بدید تا چاله تقریبا پر میشه. حدود 7 تا 10 سانت از چاله رو پر نکنید تا چاله آب درست بشه و حتما چاله آب 2 تشتکی درست کنید که آب با تنه درخت برخورد نکنه، چون در صورت برخورد مداوم آب با تنه درخت اونو میگندونه و متاسفانه اگه تنه درخت بگنده درخت خشک میشه. بعد از اتمام خاکریزی مجددا چاله آب رو پاکوب میکنیم تا هوا به ریشه نرسه و مرحله آخر پای درخت رو آبیاری میکنیم.
توجه داشته باشید فقط همون دفعه اول باید آبیاری انجام بشه. بعد دیگه آبیاری لازم نداره چون فصل بارندگیه و زمین خیسه. خب اینم از جابجایی درخت انگور. امیدوارم مفید بوده باشه براتون. اگه خوشتون اومده لایک و سابسکرایب یادتون نره.